بکنن. ولی فرض کنید یکی از این طرفین فرزندشان مخالف با ازدواج پدر یا مادرش. میخوایم میره بررسی بکنیم که آیا شما به عنوان پدر یا مادر به مخالفت فرزندتان اهمیت میدین یا اصلا برایتون مهم نیست، میگین خواسته خود من مهم است، من جوان هستم، نیاز دارم، باید یکی بالای سر من باشه، نمیدونم تکیهگاه میخوام، یا از این دلایل عامیانه‌ای که همه میارن. اون مسئله کلا یک مسئله جداست که شما تا جایی که من شنیدم در موردش صحبت میکردین که فرزندان به اختلاف میخورن، نمیدونم همدیگر قبول ندارن، ممکن دعوا بینشان پیش بیاید، نمیدونم هر پدر مادری نمیدونم فرزند خودش هم ممکن اهمیت بده، یا این دلایل که گفتین. سوال چیز دیگه است دوستان، امیدوارم که من درست تشریح کرده باشم و متوجه شده باشین. سلام بانو نیلوفر الان تو مثلا 2 بچه داری، یک آقایی هم هست داره، بچه‌هاشون کوچیکه. وقتی کوچیکه دیگه هیچ مشکلی به هم بر نمیخوره که مشکل داشته باشه یا او تصمیم گیری کنه در زندگیشون. ولی اگه بزرگ باشه 100% شاید مخالفت کنه یا مثلا شاید غیرتی شه و بگه نه مادرم ازدواج نکن یا مثلا نه پدرم ازدواج نکن، مشکل مخوره. وقتی که ما حرف از مخالفت فرزند میزنیم یعنی اینجا مسلما فرزند بزرگسال یا نوجوان، یعنی دارای عقل و منطق حرفش در میانه که بتونه نظر خودش رو مثل یک بزرگسال ابراز بکنه. سوال مشخص میکنه که ما از فرزند 1 ساله 2 ساله یا نمیدانم فرزند چند ماهه یا زیر مثلا سن کودکستان یا حتی دبستان ما حرف نمیزنیم. فرزند مثلا فرض کنید 16 17 ساله، خانم فرزند 16 17 ساله داره، با آقای میخواد ازدواج بکنه، فرزند مخالفت شدید داره. آیا این مخالفت فرزند برای شما اهمیت داره یا نداره؟ چطوری با این بحران کنار میاین؟ آیا فرزند راضی میکنید؟ به مخالفتش اهمیت میدین؟ اهمیت نمیدین؟ چطور از این بحران گذر میکنید؟ بانو نیلوفر بسیار ببخشید، من یک چیز اینجا میگم. در اول متن بر دوستا دم گویش لهجه هزارگی توضیح دادم. خب گفتم باز دوستا دمی رویش فارسیشان در شما تشریح بده. باز خدا کنه دوستا متن گرفته باشن روی متن که ما نوشتیم روی متن حرف بزنن. ما یک نمیفهم، فکر کنم بانو فاطمه میخوای حرف بزنه، هر دوست ما که میخوای حرف بزنه کوتاه نوبت آقای محبی میتونه گپ بزنین. دیشب ما یک دوست از ما کم ناراحت شدن، گفت والا شما بسیار طولانی میشه، اگه فکر کنم کوتاه 1 دقیقه 1 نیم دقیقه بچرخونیم بهتر میشه. نظر من است. بفرمایید محبی صاحب. خواهش میکنم. نه خب مطلب گپ شما قشنگ است، ولی مطلب است که گپ برسانیم. ما مثلا رابطه با ذهنای بزرگوارا دوستایی که تازه میان یک چیز میخوایم یک مقدمه بشنیم که ذهن ایشان آماده شود، بعد حرفی اصلی رو بزنیم. وقتی که ذهن آماده نباشه بریم سر اصل مطلب، مثل که مثلا بانو نیلوفر آمده که از اول لایف متوجه مثلا مسئله نبود و یک چیز دیگه برداشت کرد که ما روی موضوع گپ نمیزدیم. ما در کل هدف است که مو یک مقدمه 2 دقیقه 1 دقیقه کدام میشینه و در دقیقه سوم اما اصل گپ میزنه. اینجی ما باید با فرزندا صحبت بکنیم. یعنی وقتی که مخالفت میکنن هدف است که یک بچه 4 سال 5 سال 10 سال یا مخالفت نمیکنه، یک جوانی 20 ساله به سن بلوغ رسیده و تصمیم میگیره برای والدین و نظر میده که ما آیا ازدواج بکنم یا نکنم. مادر تو اجازه میتی برای ما؟ یعنی منظور مادرش برای فرزند خود میگه. دلیلش است اگه فرزند بگه نه ما واقعش آبرو داریم، عزت داریم، شخصیت داریم و نمیتونیم تو رو تحمل بکنیم و این شادی هایی که بین ما و تو خواهریم یا دوستای ما است 2 تقسیم بشه و بعدها که ما بیم پیش ناپدری میم، این ناپدری چی کسایی تا احتمال داره که به حرمت کنه، حرمت شکنی بکنه و او زمان اگر اختلاف بین تو و شوهرت پیدا شه و مادر، ما نمیتونیم تحمل بکنیم، ما مجبور دخالت بکنیم. اینجی والدین چی پسر باشه چی دختر باشه یا چی مرد باشه یا چی زن باشه چی برخورد و چی کارایی باید بکنه، چی مقدمه بچینه که بتونه فرزند خود که در سن بلوغ است یا اون قصد ازدواج داره، فرزندش مادر میخواد ازدواج بکنه. این یک سند است. که سندی که بچه هایشان اطفال هستن، خب اونا بسیار راحت هستن دیگه.
اونا با اون ناپدری با اون نامادری عادت میکنن. اگه اینا واقعا از لحاظ محبت کم نمانن و محبت تقسیم بکنن، هم بین خودشان هم بین بچه هایشان، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولی سندی که کلان است، رابطه با این یک کمک بری جدی است و رابطه با این موضوع خانواده باید بسیار مقدمه شینی بکنه، ذهنها را آماده بکنه، بعد تا اون زمانی که بتونه این تصمیم سهم داشته باشن. او زمان است که اگر اینا واقعش نیستن با همدیگه ذهنهای خوب همدیگه را آماده کردن، بعد بچینه که یعنی فلانی است، این نفری که من میبینم، یعنی چند نفری که آمده یا رفته آمده شن، قصدشان همچین چیزی هستن. با واقعش اگر نظر شخصی خود مرا بخواین، من مایل هستم که با می ازدواج بکنم و واقعش بعد از شما من بسیار تنها میشم و بسیار نیاز به محبت دارم و بسیار نیازی به کسریات دارم که باید خالیگاه هایی دارم که باید پر شود و اینجا باید چیکار بکنم؟ شما مرا همکاری میکنین یا همین قسم میمانیم؟ خود دلایل‌های مختلف و شرایط‌های مختلف چنده میشه و اینجا ذهن‌های فرزندان باید آماده بکنین، مقدمه بشینین. یک دفعه نمیشه که امنیت نتین. وقتی که امنیت نتین، بعد خودت هم یک نوعی به پشت و پناه میشی. یعنی یک عمری که در پای از بچه کلان شده زندگی کردین، بزرگش کردین، امنیتش و دفاعش و یک عقده‌ای برا میاد و بعدها نمیتونه شما حمایت بکنه و برش بسیار بتفاوت میشین، چون یکی دیگه در زندگی و پسرت میاد، یک دیگه در زندگی دخترت میاد و خودتم تنها میمانین. و همین قدر که والدین واقعا نیاز به محبت داره و همین قدر فرزندان امنیت داره که بایشان باید مشوره شود. خب من گپ طولانی نمیکنم که دوستان ناراحت نشوه و هدف میسته که باید رابطه با این موضوع صحبت شود که ذهنیت های اونا را از اول آماده بکنن، یعنی مقدمه را بچینن و مادرها بیشتر بلد هستن و تجربهشون هم نشان میده که واقعش رابطه با این موضوع میتونن نقطه ضعف و جاهایی که بچه‌هایشان در کجا هستن از اون استفاده بکنن، بلکه میتونن زندگی خود خوب آغاز بکنن. تشکر، زنده باشی. خیلی در او شرایطی داره که او مرد یا او زن چجوری وارد زندگی اینا شده. وقتی که در این قضیه فکر کنیم که یک شخص چجوری وارد زندگی یک شخص دیگه میشه و جلوی بچه هایش مثلا مال خوشو بش میکنن، سلام علیک دارن، میشینن، میخیزن، رفت آمد زیاده یا کم و اینا. وقتی که شما این فکر داشته باشید چقدر خوب میشه که شما کم کم مثلا در مورد او شخص یا در موردی که یک نفر باشه مثل عزی همچین اخلاقایی داشته باشه و اینا نظرتان چیه؟ چون من یکی میخوایم توی زندگیم داشته باشم و چون ما توی اروپا زندگی میکنیم
بچه های ما خدا رو شکر درک و فهمشان خیلی بالاست و میفهمه چی میگم. ولی اگر شما یک فردی را در نظر بگیرید که او خانه شما هی می آمده و میرفته و می آمده و میرفته، بعد یک بار که تو برمیگردی در بچهت میگه که من میخوایم قدی فرد قدی زن عروسی کنیم یا قدی مرد عروسی کنیم، چی؟ ما که از این میگفتیم عمو، چی؟ ما که از این میگفتیم خاله. یعنی چی یک بار که مادر ما میخواه شوه؟ یعنی چی یک بار که پدر ما میخواه شوه؟ اینه که بچه ها مخالفت میکنه، میگه که شما از قبل این پلان داشتید و فقط ما رو در مسخره بازی گرفته بودید، در ما نمیگفتید قضیه اصلی را. اگه این کار رو نکنیم خیلی قشنگتره، برخورد بچه های ما خیلی بهتره. و اگر بچه های ما زیر سن باشه، چی میدانم 9 10 11، بعضی بچه ها هست تو این سن هم خیلی حساسن. وقتی اون فرد وارد زندگی این بچه ها میشه، اولین کاری که اون فرد میکنه باید خیلی با این بچه ها رو راست باشه و بگه که من چقدر شما خوشم میایم، کاش مثلا بچه اگه داشتم مثل شما من خیلی دوستش داشتم، و بیاید او بچه کم کم بفهمانه که یا میخواه مثلا یا مادر تو باشه یا پدر تو باشه. اینجوری که یه خورده آسانتر میشه همه چی. اینجی باز گفتید که آیا ما اجازه داریم که نسبت به فردایی که متأهل نیست داشته باشیم؟ اینجا بسیار ببخشید از همه موضوع اول گپ بزنیم رویش، باز دو دیگهش راند دویم میگه نوبت دوستا برسه، راند دویم باز دوم میگه درسته اگه ناراحت نشین البته. خواهش میکنم چون ناراحت شو. با نیلوفر نوبت ما کم دکی بود، با نهانی خوش آمدین. فکر کنم با نهانی بود، هر کسی که بود ما که بتون بفهم. ایشون انگار گفتن من نمیتونم فعلا حرف بزنم، در کامنت نوشته بودن اگر میتونن حرف بزنن که خوشحال میشیم، در غیر اون از دیگر دوستان میشنویم. بانو هانی جان میشنویم؟ بکنم نمیتونن حرف بزنن چون نوشتن. دیگر دوستان ما اگر حرفی دارن، آقای مزاری، آقای شریفی یا خانم فاطمه یا آقای احمد. خیلی ممنون نیلوفر خانم. دوستان عزیز، هر کسی مطلب و انگیزه خود خیلی زیبا بیان کرده، اما مخالف فرزن ازدواج مجدد واقعا این چیزای خیلی خیلی مهمیه در پروسه اول زندگی. واقعا پدر مادره که باید مسئولن این پروسه رو طی کنن. آقای محبی هم خیلی زیبا گفت، خیلی خوبه وقتی که ما یه کاری انجام میدیم فرق نمونه، کار ساختمانه یه چیزی حتما نگاهی مونیم. خیلی خوبه ما قبل از اینکه ازدواج کنیم حداقل 1 ماه رابطه داشته باشیم. نمونهش همین رابطه نامزد بودن، این یک رابطه به نام انسانیت بودن، انسانیت یاد میگیرن. او دختر انسانیت بچه رو میبینن، یا هر چیزی از اون بچه مردانگی بچه رو میبینن، شعوری بچه رو میبینن. دوران نامزدی به این معنی اگه خیلی بیتوانند این پدر مادرها یه دوران 1 ماه رو طی کنن، هم دیگه آشنا شون، مخصوصا بچه‌ها. خیلی زیباه. من بیشتر از این سوالیه که نمیتونم جواب بدم واقعا. آیا ما اجازه داریم که نسبت به فرد متأهل حس داشته باشیم؟ عاشق شدن خیلی خوبه، دیگران دوست بداریم، جامعه رو ما زیبا میکنیم، کسی دیگه زیبا نمیکنه. بله خیلی خوبه، چیزی بدی نیست. سوال 3، گذشته یک فرد. من از شما یک سوال داشتم. ما اجازه داریم یک کسی که شوهر داره یا زن داره اجازه داریم او رو دوست داشته باشیم؟ این خیلی زیبایه. کجا این زیبایه؟ نه به عنوان یک دوست میتونی دوست داشته باشی، نه. بدی نیه. نه تو به عنوان تو نمیتونی، ولی من خیلی این اصلا سوالش رویی که شما میگید نیست. این بحث شما عاشقی رو هم میگید، میگه با عشق اینا رو زیبا کرده. اصلا این سوال یک چیز دیگه است. سوال دوم، اولا که آقای آشوری گفتن که بحث سوال اول تمام بشه بعد بریم. حالا با حفظ احترام به شما دوستان که داریم به سوال دوم جواب میدین، اینجا بحث دوست داشتن دوستان با عاشق شدن متفاوت هست. خب یک نفر یکی رو دوست داره، حالا شخصیتش رو دوست داره، نوع حرف زدنش دوست داره، چهرهش دوست داره یا هر چیزی، ولی اینجا مشخص کردیم ما آیا ما اجازه داریم که نسبت به یک فرد متأهل حس داشته باشیم، یعنی عاشقش بشیم، دل باخته اون بشیم؟ بستگی داره. خب نگاه کن، اینجا من نوشتیم مجرد 2 فرد متأهل بیان کردیم.
من میشه یک خواهش کنم از بانو نیلوفر. خب از دوستا فکر کنم بانو هانی گپ زده نمیتونه، وقت حرف زده نمیتونه، خواهشان زیر لایک باشن، سفر اگه میتونن حمایت کنن و بانوهای دیگه هستن، آقایان دیگه که میخواین بالا بیان صحبت داشته باشن، همچون آقای شریفی صاحب میتونه اگه میتونه زیر لایف هم برنامه رو حمایت کنن. باز خواستن دوباره میتونن درخواست بدن بیاین بالا. بسیار ببخشین. به خاطر که تمام دوستا فکر کنم نظرات